Look short that travel tech. Unlock the power of collaboration. سلام، به سری آموزش‌های لوکسوتا خوش آمدید. من مهدی هستم و امروز قصد دارم شما رو با ویژگی‌ها و ابزارهای پلتفرم لوکسوتا آشنا کنم. انتخاب لوکسوتا یک تصمیم هوشمندانه برای عملکرد ارتقای کسب و کارتان است و ما مطمئنیم که به زودی ارزش این انتخاب را خواهید دید. پلتفرم ما به شما بیش از یک ابزار کارآمد ارائه می‌دهد. با استفاده از لوکسوتا شما به آژانس خود قدرتی می‌بخشید تا به سطحی جدید از رشد و موفقیت مالی دست پیدا کنید. ما در کنارتان هستیم تا اهداف شما را با سرعت و کارایی بیشتری محقق کنیم. این مجموعه آموزش‌ها شامل 6 جلسه است. در اولین جلسه که امروز آغاز می‌شود به بررسی کلی پلتفرم می‌پردازیم. در این جلسه در بخش مدیریت منابع انسانی، Human Resource Management و تنظیمات Setting خواهیم پرداخت. با من همراه باشید. در ابتدا باید دو محیط اصلی در پلتفرم رو به شما معرفی کنم. اولین محیط مارکت پلیس یا بازار هست. همونطور که مشاهده می‌کنید در یک نمای کلی این محیط شامل قسمت‌های مختلفی می‌شود که در طی این 6 جلسه به صورت کامل به موارد مورد نیاز خواهیم پرداخت. در این محیط تمامی تعاملات با کاربران انجام می‌شود. برای مثال بخش‌های مربوط به پرواز، هتل، پکیج، ویزا، تور و ایونت را اینجا میتونید مشاهده کنید. دومین محیط کاربری بک آفیس هستش. هر چیزی که در محیط دوم یعنی بک آفیس ایجاد میکنید یا تغییر میدهید در مارکت پلیس نمایش داده میشود. در واقع مارکت پلیس هم برای مشتریان و هم برای کارمندان استفاده میشود. شما میتوانید زبان مارکت پلیس را در این قسمت تغییر دهید و زبان دلخواه خودتون انتخاب کنید. من در حال حاضر زبان را به فارسی تغییر میدم و در این قسمت همونطور که مشاهده میکنید زبان تمام موارد تغییر خواهد کرد. حالا بیاین به قسمت بک آفیس بریم. ابتدا برای دسترسی به بک آفیس باید وارد شوید. می توانید با کلیک روی دکمه‌ای که در بالا سمت چپ صفحه قرار دارد ورود یا ساین این وارد شوید. در این صفحه با استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که قبلا برای شما ارسال کرده ایم وارد شوید. به یاد داشته باشید که بعد از ورود می توانید رمز عبور خود را تغییر دهید. حالا که وارد شدید می توانید عنوان خود را در اینجا مشاهده کنید. می توانید با کلیک روی محیط کاربری یا یوزر پنل در زبان انگلیسی به محیط بک آفیس دسترسی داشته باشید. خالی از لطف نیست که بدونید وقتی در مارکت پلیس هستید آدرس اینترنتی یا URL شما فقط نام دامنه شماست. اما وقتی وارد بک آفیس می شوید همه صفحات با اکانت شروع می شوند و سپس نام دامنه شما نمایش داده می شود. خب حالا بک آفیس چه کاربردی دارد؟ به زبان ساده بک آفیس به شما کمک می کند تا همه چیز را مدیریت کنید. از رزرو ها گرفته تا یکپارچه سازی خدمات که می توانید وبسایت خود را به هر تامین کننده API متصل کنید. این سیستم شامل یک حسابداری کامل، پشتیبانی و مدیریت ارتباط با مشتریان یا CRM، مدیریت منابع انسانی، بخش گزارش‌دهی، امنیت و حفاظت، برندینگ دیجیتال و تنظیمات است. همه چیزهایی که نیاز دارید اینجا در بک آفیس در دسترس شماست. نکته‌ای که هست شما اینجا هم می توانید زبان این محیط را از این قسمت به زبان دلخواه خود از جمله فارسی تغییر دهید و موارد فارسی خواهد شد. اما نکته‌ای که وجود دارد ترجمه در این بخش یعنی بک آفیس با استفاده از گوگل ترنسلیت انجام شده. ممکن است برخی از کلمات ترجمه شده مفهوم دقیق را نرسانند و ممکن است بهینه نباشند. در نتیجه ما به حالت اول یعنی زبان انگلیسی برمیگردیم. البته که در ادامه در رابطه با شخصی سازی ترجمه و موارد مربوط به آن صحبت خواهیم کرد. خب همانطور که گفتم در این جلسه به دو بخش مدیریت منابع انسانی و تنظیمات میپردازیم. اول Human Resource Management یا مدیریت منابع انسانی. این بخش یکی از بخش‌های بسیار مهم در بک آفیس است که در ادامه اهمیت اون رو متوجه خواهید شد. ما اینجا 4 آیتم داریم. اولین آیتم مدیریت کاربران است. در این صفحه تمام کاربرانی که به پلتفرم شما متصل هستند نمایش داده می شود و به صورت کامل شما می توانید آنها را مدیریت کنید. در این قسمت شما می توانید فیلترهای اعمال کنید که کاربران طبق این فیلترها به شما نمایش داده شوند و در قسمت پایین کاربران نمایش داده می شوند و در دسته‌بندی‌های مختلف قرار دارند مانند اسم، نقش،
ایمیل، وضعیت اکانت و غیره که در ادامه همه موارد را توضیح خواهیم داد. زمانی که پلتفرم به شما تحویل داده می شود، یک اکانت اصلی به عنوان ادمین اصلی ایجاد می شود که این اکانت نقش مدیر را دارد. این اکانت به همه قسمت‌ها دسترسی دارد و می تواند مدیران مختلفی با سطح دسترسی‌های مختلف تعیین کند و مشخصاً با اینکه می تواند بقیه را حذف یا سطح دسترسی آنها را تغییر دهد، نمی تواند توسط هیچ اکانت دیگری حذف شود. خب، حالا کاربران چه کسانی می توانند باشند؟ کاربران شامل هر کسی می شود که نام کاربری و رمز عبور برای اتصال به پلتفرم را دارد. به طور کلی مدیر عامل، مدیر کل، کارکنان قسمت‌های مختلف و حتی کاربران B2C همگی نوع کاربر هستند. اما چگونه این کاربران را بر اساس سطح دسترسی از یکدیگر متمایز کنیم؟ با استفاده از نقش‌ها یا رولز که توی پلتفرم به آنها اختصاص داده می شود. شما می توانید نقش‌ها را به کاربران اختصاص دهید تا مشخص کنید که هر کاربر به چه بخشی از پلتفرم دسترسی داشته باشد. بنابراین انجام درست این قسمت بسیار حائز اهمیت است، چرا که با انجام این موضوع مطمئن خواهید بود که هر کاربر به بخش‌هایی که نیاز دارد و صلاحیت دارد و نه بیشتر دسترسی خواهد داشت. در نتیجه اولین گام برای راه اندازی پلتفرم شما ایجاد نقش هاست. خب، حالا چگونه این کار رو انجام بدیم؟ وقتی به قسمت مدیریت منابع انسانی Human Resource Management میایم، قسمت سوم بخش مدیریت نقشه و مجوزها یعنی Role and Permission Management را مشاهده می‌کنید. در حال حاضر به طور پیش‌فرض شما نقشه‌های مختلفی را مشاهده خواهید کرد، از جمله مدیر یا ادمین، مهمان یا گست، بخش حسابداری اکاونتنت، هتل‌ها. حالا بیاین نقشه دیگری مثل ویزا اضافه کنیم. نقش جدید ویزا سکشن اضافه شد. برای مثال یک بخش دیگه تحت عنوان حسابدار یا اکاونتنت اضافه می‌کنیم. حالا باید دسترسی‌های هر نقش را محدود کنیم. بیایید از حسابدار شروع کنیم. در این قسمت با زدن بر روی این 3 نقطه شما به 3 آیتم دسترسی خواهید داشت. اولین منو ویرایش نقش یا ادیت رول است. گزینه بعدی حذف نقش دیلیت رول هست و بخش مورد نظر ما سومین آیتم پرمیشن است. با کلیک کردن بر روی این گزینه یک لیست طولانی از تمام منوهای این پلتفرم را مشاهده خواهید کرد. این لیست شامل بیش از 200 صفحه و مجوز است و شما می توانید هر کدام را که نیاز دارید انتخاب کنید. شما می توانید با زدن کلیدهای ترکیبی کنترل F با استفاده از فایند مرورگرتون قسمت مورد نظر را راحت‌تر پیدا کنید. خب، حالا به عنوان مثال برای نقش حسابدار ما دسترسی‌هایی مانند مدیریت حساب خرید، مدیریت حساب فروشنده، مدیریت درگاه‌های پرداخت، گیتوی منیجمنت، استراتژی‌های قیمت‌گذاری و دیگر موارد مهم را می‌دهیم. این بخش به حسابدار اجازه می‌دهد تا قیمت‌ها را برای همه خدمات تنظیم کند. همینطور که می‌توانیم دسترسی‌ها به بخش‌های مربوط به پرواز، هتل، تور و ویزا را بدهیم. در نهایت با کلیک کردن بر روی آپدیت ریزالت وقتی تغییرات را اعمال می‌کنیم، علامت‌های سبز روی آیتم انتخاب شده نمایش داده می‌شود. به این معنا که نقش حسابدار به این منوها دسترسی دارد. باقی منوها برای او پنهان خواهد بود. حالا با زدن دکمه بک به مدیریت نقش‌ها و مجوزها برمیگردید. تا اینجا هیچ کاربری به این 2 نقش اضافه نشده است. مجدداً یادآوری می‌شود که این بخش یک بخش بسیار مهم است. شما باید دسترسی تمام کاربران چه در داخل سازمان و چه در خارج از آن را مانند تامین کنندگان یا مهمانان را کنترل کنید و تنها دسترسی به بخش‌های مورد نیاز باید داده شود. پس از این جلسه انتظار داریم که شما تمام نقشه مورد نیاز برای آژانس خودتون رو ایجاد کنید و مجوزهای لازم رو تعیین کنید. مجدداً یادآوری می شود که نقش مدیر به طور کامل به همه چیز دسترسی دارد. خب، حالا چجوری کاربران رو ایجاد کنیم؟ بیایید به بخش مدیریت کاربران یا یوزر منیجمنت برگردیم. 2 روش برای این کار وجود دارد. اولین روش از طریق مارکت پلیس اتفاق می افتد. کاربر می تواند با وارد کردن نام خانوادگی، ایمیل، رمز عبور و شماره موبایل ثبت نام کند. این فرم کاملا تحت کنترل شماست و می توانید از طریق بک آفیس فیلدها را اضافه یا حذف کنید. دومین راه از طریق بک آفیس است. و دومین راه
از طریق بک آفیس. در اینجا نیز می توانید یک کاربر جدید اضافه کنید. فرقی نمی کند از کدام روش استفاده می کنید. فرایند یکسان است. اطلاعات کاربری که باید تکمیل شود شامل نام خانوادگی، شماره تلفن و شهر است. همچنین باید یک آدرس ایمیل برای کاربر اختصاص دهید و رمز عبور نیز تنظیم کنید. در تنظیمات حساب Account Preferences شما باید انتخاب کنید که این کاربر چه نقشی داشته باشد. برای مثال اگر اینجا یک کارمند ثبت نام کرد می توانید نقش حسابدار را برای اون انتخاب کنید و بر اساس مجوزهایی که در اینجا تعیین کرده اید این کاربر فقط به منوهای حسابداری دسترسی خواهد داشت. بخش بعدی گروه خریدار یا بایر گروپ است. این بخش مربوط به قیمت گذاری هستش. در واقع این قسمت مشابه دسترسی ها برای رول اند پرمیشن هست، با این تفاوت که در این بخش دسترسی های مالی و استراتژی های قیمت گذاری مد نظره. به عنوان مثال می توانید گروهی برای کارکنان تعریف کنید که بدون مارکاپ از پلتفرم استفاده کنند. در واقع قیمت های نت تو نت ارائه دهند. و آخرین مورد در این بخش کمپانی آیدنتیتی. این بخش بسیار مهم است. هویت شرکت یا کمپانی آیدنتیتی را هر کاربر می تواند به عنوان یک کاربر فردی individual user یا کاربر آژانس agency user تعریف کند. اگر کاربر را به عنوان فرد تعریف کنید، وقتی از پلتفرم خرید کند و بلیط دریافت کند، در سربرگ بلیط لوگوی خود شما نمایش داده می شود. اگر به عنوان یک آژانس ایجنسی تعریف کنید، این به این معنی است که شما به او اجازه می دهید وقتی خریدی انجام می شود روی فایل PDF بلیط یا ووچر هتل لوگوی خود آژانس بدون هیچ نام یا نشانی از شما خواهد بود. شما این گزینه را در واقع برای B2B استفاده می کنید. بسیار خوب. این تمام چیزی بود که درباره ایجاد کاربر توی وهله اول باید بدونید. بعد از ایجاد کاربر، نام، شهر، نقش یا رول، گروه خرید یا بایر گروپ، ایمیل و تلفن در اینجا نمایش داده می شود. همچنین وضعیت حساب که در چه وضعیتی اکتیو یا این اکتیو هستش. در طول کار ممکن است برخی از کاربران مشکل ساز در پلتفرم شما پیدا شوند و بخواهید فعالیت آنها را متوقف کنید. شما می توانید به پروفایل کاربر بروید، روی حساب Account Status کلیک کنید و اگر آن را روی غیر فعال ایناکتیو قرار دهید و ذخیره کنید، این کاربر دیگر دسترسی به پلتفرم شما نخواهد داشت تا زمانی که مشکل او حل شود و دوباره فعال شود. ما همچنین گزینه‌ای برای تغییر رمز پسورد داریم. ممکن است کاربر بگوید که دسترسی به ایمیل خود ندارد و نمیتواند از گزینه رمز عبور را فراموش کردم استفاده کند. شما میتوانید از این طریق رمز عبور جدید نیو پسورد برای او ایجاد کنید. یکی از ویژگی‌های خوب این پلتفرم این است که وقتی شما یا هر کارمند دیگری رمز عبور جدیدی برای مشتری تعیین می‌کنید و از طریق واتساپ یا تلفن به او اطلاع می‌دهید، بلافاصله بعد از ورود پلتفرم از او می‌خواهد که رمز عبور خود را تغییر دهد. این فرایند برای امنیت بیشتر انجام می‌شود و کاربر نمی‌تواند بدون تغییر رمز عبور به کار خود ادامه دهد. این کار خطرات امنیتی را کاهش می‌دهد. بخش آخر تاریخچه فعالیت کاربران User Activity History است. این بخش نیز در راستای نظارت بسیار مهم است. تمام تعاملات کاربران از طریق بک آفیس در اینجا ذخیره می شود. شما می توانید ببینید که چه تغییری توسط چه کسی و در چه زمانی انجام شده است. بسیار خوب. ما تمام بخش‌های مدیریت منابع انسانی را مرور کردیم. بخش بعدی در این جلسه بخش تنظیمات است. این بخش شامل 6 قسمت است که در ادامه به هر کدام از آنها می‌پردازیم. در بخش تنظیمات در تنظیمات کلی یا جنرال ستینگ، اولین قسمت اطلاعات شرکت کمپانی اینفورمیشن میباشد. در این قسمت شما لوگوی شرکتتون آپلود خواهد شد که در تمامی محیط‌هایی که لوگوی شرکت هست اعمال می شود. مورد بعدی فایل فب آیکون هست که آن را باید تنظیم و آپلود کنید. در ادامه اطلاعات دیگری شامل نام وبسایت، تلفن، ایمیل، شهر، آدرس، کد پستی، منطقه زمانی و سایر اطلاعات رو میتونید وارد کنید. ما یک نمونه کامل شده را اینجا خدمتتون ارائه میدیم. در بخش آخر اگر بخواهید از CRM های سیستم های شخص ثالث یا ابزارهای مانند واتساپ استفاده کنید، می توانید تنظیمات آنها را در اینجا وارد کنید.
که در جلسات آینده به صورت کامل به آن خواهیم پرداخت. اگر که به مارکت پلیس بریم، می‌بینید که این اطلاعات در این قسمت سایت نمایش داده می‌شوند و تغییرات در قسمتی که نشان دادیم در لحظه در اینجا اعمال خواهد شد. خب، بخش بعدی در تنظیمات کلی تنظیمات پلتفرم یا پلتفرم ستینگ هست. اولین مورد در تنظیمات پلتفرم پیش‌فرض ثبت نام در مارکت پلیس یعنی مارکت پلیس ساین اپ دیفالت است. این گزینه تعیین می‌کند که هر کسی که از مارکت پلیس ثبت نام می‌کند چه نقش، رول و بایر گروپ به صورت پیش‌فرض برای او تنظیم شود. قسمت سوم در تنظیمات این بخش مدیریت زبان و لنگویج منیجمنت هستش. در بخش مدیریت زبان‌ها می توانید تمامی زبان‌های موجود را مشاهده کنید. به صورت کلی همونطوری که توی لیست مشاهده می‌کنید 22 زبان در اینجا داریم که اگر زبان مورد نظر شما در اینجا وجود ندارد می توانید درخواست اضافه شدن آن را بدهید تا رایگان این زبان برای شما فعال شود. شما می توانید هر تعداد زبانی که می خواهید از اینجا فعال یا غیر فعال کنید. همونطور که مشاهده می کنید در حال حاضر 2 زبان انگلیسی و عربی فعال می باشد که زبان پیش‌فرض سایت انگلیسی است. شما می توانید این موارد را به صورت دلخواه تغییر دهید. برای مثال 2 زبان ترکی و فارسی را نیز فعال می کنیم و زبان پیش‌فرض را به فارسی تغییر می دهیم. خب، حالا به صفحه اصلی مارکت پلیس می رویم. همونطور که مشاهده می کنید با تغییراتی که انجام دادیم زبان اصلی سایت فارسی شد و 2 زبان دیگه‌ای که اضافه کردیم به لیست ما در قسمت زبان‌ها اضافه شد و ما 4 زبان داریم که کاربران می توانند زبان مورد نظر خودشون رو با توجه به بازار هدف و مشتریان احتمالی که خواهیم داشت انتخاب کنند. اما یک موضوع دیگر هم اینجا وجود دارد. زمانی که شما مجدداً به صفحه مدیریت زبان‌ها بروید در قسمت اکشن که این 3 نقطه است جلوی زبان مورد نظرتون اگر گزینه دوم یعنی ترنسلیشن را انتخاب کنید به این صفحه میایید. در این صفحه مواردی که ترجمه شده‌اند را ملاحظه می‌کنید. همانطور که می‌بینید این لیست در حال حاضر 1045 عبارت یا کلمه ترجمه شده دارد. اگر که شما هر قسمتی را به هر دلیلی می‌خواستین تغییر دهید این امکان به سادگی وجود دارد. برای این تغییر باید به این شکل عمل کنید. ابتدا با زدن این دکمه اکسپورت فایل اکسلی را دانلود خواهید کرد. این فایل را باز کنید و قسمتی که می‌خواهید تغییر دهید را پیدا کنید و سپس تغییر را اعمال کنید. برای مثال من ترجمه هوم که اینجا صفحه اصلی ترجمه شده است را به هر دلیلی میخوام تغییر بدم و بذارم خانه. اگر که این تغییر را در این فایل اعمال کنم سپس این فایل را ذخیره کنم و برگردم به صفحه‌ای که در اون بودم اونجا میتوانم گزینه ایمپورت را انتخاب کنم، فایل اکسلی که تغییرات در اون اعمال شده را آپلود کنم و بعد از رفرش در این صفحه خواهید دید که ترجمه به اون چیزی که میخواستین تغییر کرد. بخش بعدی تنظیمات مربوط به ارز هاست. Currency Setting. در این بخش شما می توانید هر ارزی را که بخواهید فعال یا غیر فعال کنید. 165 ارز مختلف وجود دارد که می توانید از بین اونها انتخاب کنید. به طور پیش‌فرض USD فعال است، اما می توانید ارزهای مانند لیر، ریال یا سایر موارد را فعال کنید. اما اگر بخواهید ارز دیگری را فعال کنید می توانید از اینجا جستجو کنید. مثلا درهم امارات و به این شکل اون رو فعال کنید. مورد مهمی که در این قسمت وجود دارد اینه که اینجا شما 2 گزینه دارید. یکی فعال کردن ارز به عنوان تامین کننده سپلایر و دیگری به عنوان مارکت پلیس یا بازار. چون بعضی وقتها مثلا شما از ترکیه لیر خریداری میکنید ولی نمیخواید چیزی به لیر بفروشید. شما فقط میخواهید به درهم یا دلار بفروشید. توی این حالت باید حالت تامین کننده را برای لیر فعال کنید تا توی بازار نمایش داده نشود و توی بخش مارکت پلیس دلار آمریکا و درهم را فعال می‌کنید. حالا وقتی به بازار مراجعه می‌کنید می‌بینید که فقط دلار آمریکا و درهم امارات فعال هستند و لیر در اینجا نمایش داده نمی‌شود چون برای بازار یا مارکت پلیس اون رو فعال نکردید. در ادامه ما لاگین ستینگ یا تنظیمات ورود را داریم. در این بخش شما می‌توانید ورود با گوگل، فیسبوک یا مثلا لینکدین را فعال کنید. همچنین می توانید فرم ثبت نام را با اضافه یا حذف فیلدها کاملا سفارشی کنید. قسمت بعدی در تنظیمات
user preferences and formatting هست. شما می توانید فرمت تاریخ دلخواه خودتون رو برای نمایش در پلتفرم یا فایل های PDF تنظیم کنید. بخش بعدی appearance and customization هست. ما در این بخش یعنی appearance به شما این امکان را می دهیم تا عناصر بصری پلتفرم خودتون مثل رنگ‌ها، تصاویر و سبک‌های متن را شخصی سازی کنید. به عنوان مثال اگر از رنگ پس‌زمینه پیش‌فرض یا تصاویری که در مارکت پلیس نمایش داده می‌شوند راضی نیستید، می توانید به راحتی آنها را در اینجا تغییر دهید تا بهتر با برند خود یا ترجیحاتی که دارید هماهنگ شوند. مورد بعدی برانچ اند دامین هست که به صورت کامل در ادامه به اون خواهیم پرداخت و در حال حاضر به اون ورود نخواهیم کرد. در بخش User Preferences در ساب سیکشن Preferences and Formatting می توانید تنظیماتی مانند فرمت های تاریخ را تنظیم کنید. این کار به شما امکان می دهد تا نحوه نمایش تاریخ ها در پلتفرم را مطابق با منطقه و ترجیحات خود تنظیم کنید. و در نهایت Subscription Options. این ویژگی به مدیریت اشتراک ها برای خدمات خاص کمک می کند که در جلسات بعدی به صورت کامل به اون خواهیم پرداخت. بسیار عالی. برای جمع‌بندی ما دو محیط اصلی یعنی مارکت پلیس و بک آفیس را پوشش دادیم و بخش‌های کلیدی مانند Human Resource Management و Roles and Permission و همچنین تنظیمات پلتفرم و زبان‌ها و Currency Management را به صورت کامل بررسی کردیم. اگر سوالی دارید و نیاز به توضیحات بیشتری بود، لطفاً از طریق تیم پشتیبانی ما در واتساپ با ما در ارتباط باشید. در جلسه بعدی ما به سرویس اینتگریشن می‌پردازیم، جایی که یاد می‌گیرید چگونه پلتفرم خود را با سرویس‌های دیگر از طریق API مانند آمادئوس یا فلای دوبای متصل کنید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. Luxshot that travel tech, unlock the power of collaboration.